الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، برادران اهل اسلام، روز شریف جمعه را از برای یکایک شما در شخصیت شما از برای تمام مسلمانان این جمهوری تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار جمیع مراد و مقصودهای ما و شما را برآورده گردانده خداوند ایمانمون بازم قوی تر سازد و پروردگار میل محبت مون به عبادت خیش، به گوش دادن به امر به معروف و نهی از منکر باز هم بیشتر و زاییتر گرداند. آمین. ما هفته سوم است که حدیث حضرت جبرئیل علیه السلام برای شما بیان میکنیم. هفته سوم است الحمدلله. و هفته گذشته ما درباره اخلاق و آداب حسنه با شما صحبت کرده بودیم. خب انشاءالله امروز صحبت خود را دوام میدهیم. گفتیم که جبرئیل علیه السلام به شکل صورت یک اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم تشریف آورد و بعد از اجازه و رخصت پرسیدن نزد حضرت نشست. با آدابانه هفته گذشته درباره آداب نشست، آداب معامله با شما صحبت داشتیم. بعدا گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم اخبرنی عن الاسلام. ای حبیب خدا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، خبر ده مرا از اسلام. سوال دیدید؟ چقدر سوال کوتاه و چقدر سوال شامل. از اسلام را خبر ده. اسلام یعنی چی؟ حضرت جبرئیل که احتیاج به دانستن اسلام ندارد، از اسلام آگاه است. حضرت جبرئیل به اصحاب بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولا طریقه و آداب سوال کردن آموزان، بعدا توسط این سوال کردش کوشش کرد که از اسلام با خبر شوند، پره برخوردار گردند. سوال ببینه، قسم به خدا بعضا ما آرزو میکنیم که ای کاش که جوانای ما هم طریقه مشخص سوال کردن یاد بگیرن. بعضی برادر است بعد سوال میکنه حضرت داملا یک سوال بود، خوب مرحمت دادر جان تستر که کار داریم اندک گیر هستیم، نیم یک سوالک دارم. بعد سر میکنه ترجمه حالی خودشه. از همین اول که میبره تا آخره. ای برادری عزیز، آخی ما وقت نداره. من برای تو گفتم سوالی تا ای چی عبارت تا همون سوال تا مشخص ته همون گپ تا بپرس خلاص. آخی چی لازم است برای من ترجمه حالی تو؟ آخی من نه حوصله شنیدن ترجمه حالی را دارم نه امکانیت شنیدن شا. قسم به خدا بیشتری وقت در حالتهای بسیار نازک همین واقعا رخ میده. اومده بیچاره بچه اکه میخواد دست آب بگیره برای خاطر معرکه داخل شدن یا از معرکه وقت خارج میشه که سوال میشه و خیلی میگیم که یگان برادر یگان کاری زلولش رسیده است. عادتا یک بار نمیبرداری، باری دیگه سیم هم زنگ میآید. بعد وقتی که میبرداری که شروع میشود او بیچاره بچرم افتابه در دستش گرنگ ایستاده است که تو کی دستات میشوشته باشی، تو هم گرنگ ایستاده که معنای گپ ای برادر چی باشه، مقصدش چی باشه. اخیر الامر هیچ سوال ببینه. نگفت که یا محمد صلی الله علیه و سلم من از راه دور آمدم، به هزار امید آرزو آمدم، شنیدم که تو پیغمبری آخر زمان بدهی، در خاک پاد صدقه آمدم که یک دو سوالک دارم همون را ایت کنم. نه، همین در حال گفت که یا رسول الله از اسلام را خبر کن.
تلفناتون خاموش کنید. بته یگون بچه دا بکشه شوخی سری صبحشان نمیره. خواهش میکنم هم تلفناتون بکشه. همه حالای از برای خدا. این یگون زل کنسرواتوری های اخی موسیقی مومیتین. همه یگونه جایی که از موسیقی امروز جان آدم خلاصه همین مسجد های. در این مسجد هم کنسر مومیتین. نه دیگه در маршрутка сувор шида мешава, на дар автобус сувор шида мешава. ҳатто баъзе мошинои шахсӣ аз пешат мегзаранд, гӯшота кар мекунанд. ҳамин масҷида лоақал рӯз мон битем бачаҳо. як бародар шаб соати 10 такам 12 занг зад. як бор набардоштум рости, бори дуюм боз занг зад. хай гуфтем ягон کاری بسیار زلولش غلطی دست. بعد گرفتیم این گمان کرده است که ما یگان پسیخولوگیم. بعد سر کردم و حالتهای روحیش از یاره و بیان کردن شکایت کردن. با در ضمن میگه جورای جانی ما باشی، جورای جانی ما باشی. خدا جانی توری جوره را مست کنه. گفتم که آخه من ساعتی 4 باید بامداده بخیزم از برای ثواب. آخه جورای جانی ما باشی، جورای جانی ما باشی. تا مقصد تا بگو چی میخواهی؟ و من پسیخولوگ نیستم که در نزد من عرضی دل کنی. او قدر در قلب جمع اومده است طهارت که 2 رکعت نماز بخوان، رو به سوی قبله، همو درد رنج ها تا در پیش خدا بگو. او خدا از کارساز. انشالله گفتی خیلی تسکین میابی، خیلی آرام میشوی. اما برادر رو همه آدابی سوال دادن با آموزی. قسم به خدا روزی نیست که یک چند بار عصبامون ویران نکنن به همین سوالای بی‌معنی و احمقانه شو، به همین رفتار و کردارا سوال میکنن. داملا آدم علیه السلام ناف داشت. آخی ای سرد مونه که طرف فرد روز قیامت از ناف آدم علیه السلام سوال میکنن. او تا ای شریعتت یک چیز پرس، از احکام یک چیزی را بپرس. 24 سنتی سربریده را برای ما بیان کن. سنت سربریده نمیشه و شما سر زده هستی، شریکاتو نمیرسه. سنت پیغمبر سربریده میشیده، سنت سربلنده صاحبش سربلند میکنه. نخواه همین سوال باشه از برای خدا ای چی شرمندگی هایی. تجمل بی ثیاب، لباسی زیبا پوش پروا نکن، زیرا که چشم همیشه پیش از خبر است. اول با چشم میبینی با عقل میبینی. همیشه چشم از علم از عقل بالاتر است، یعنی برتر است. اول با چشم میبینی. تجمل بی ثیاب ولا تبالی فإن العین قبل الاختبار فلو جعل الثياب على حمار لقال الناس یا لک من حماری. میگه اگر در بالای خر تقم خشرو پرتای بزیب گلدوزی کردگی، هر کسی ای پیشش بگذره میگه عجب خری بزیبی، خوب خری خشرویی. همه خیلی مسته. خرک زیبا که در گردنش زنگولچه ببند، در قد کوچه ببرار همه تماشاش میکنم. از همه خاطر لباس زیبا و آزاده پوشه. اما لباس زیبا و آزاده تو باید سنتی باشه. شما باید به محمد صلی الله علیه و سلم تقلید کنید، به دالچه و گبنه ها نه، به پیر کردن ها نه، به پیغمبر خود تو تقلید کنید. لباس تازه و آزاده و خوشرو پوشه و سنتی باشه. بیجی ای رنگش زردای سریدیل تای نابوتش پوشیدن بگم این سنتی باشد. پس سوال بچه ها آداب داره. خواهش میکنم همه آداب رعایت کنی. آدابی سوال کردن رعایت کنی. زمانهای پیش هیچ یک زنگ تلفنت رد نمیکردم، همش همه برداشتم پای در پای. اما امروزا دیگه عصب ما خراب کردیم. چنان سوالای ابلهانه میتن، چنان سبحان الله یک گپ 3 بار میفهمونیش با همون را مایده کرده با ایسری نو پرسیدن میگیره. ای برادر ممکن تو به حضور باشی، ما وقت نداریم از برای خدا، یا من تو پاییم یا تو پای. و نخواه یک گپ هر یک کلمه شو برات بفهمونن 3 بار بگند با همون سوال ایسری نو بتی.
پس آداب سؤال از حضرت جبریل علیه السلام با آموزه. حضرت گفت یا رسول الله اخبرنی عن الاسلام، ای حبیب خدا، ای پیغمبر خدا، از اسلام مرا آگاه کن. چقدر کوتاه، اما در برابر خود نگاه کنه که این اسلام چه یک مفهومی وسیع است. یک سؤال شامل داد با آدابانه، گپ زیاد نگفت. اصلا همین لقلقی بیهوده در کار نیست. بچه بسیار گپ زدن عادت نکنه، با کم گفتن فکر خودتون بیان کردن یاد بگیره. خدای تعالی وقتی که جنت وصف میکنه میگه در جنت لغو نیست، لا یسمع فیها لغوا، نمیشنوه در اونجا میگه گپی لغو، گپی بیهوده. گپی بیهوده عمر انسان از ضایع میکند. همه گپی لقلقی بیهوده باشد عمر ضایع میکنه. از همین خاطر بزرگان میگن که اگر گپی خیر گفتن نمیتونی خاموش باش. همون خاموشیت هم ادب است، خاموشیت هم عبادت است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت الا اخبرکم بایسر العباده و اهونها علی البدن، شما را آگاه سازم از سبکترین عبادت ها که بر بدن شما هیچ مشکلی حاصل نمی سازد. گفتم بله یا رسول الله. حضرت گفت الصمت و حسن الخلق، سبکترین عبادت ها دو چیز است، یکی خاموشی، دویم اخلاق حسنه. ببینید خاموشی را رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت خواند. در حدیث امام بخاری آمده است، از حضرت ابو هریره روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارد پس باید یا گپی خیر بگه، گپی خوب بگه، یا خاموش ایستد. فلیقل خیرا او لیصمت. خاموش ایستادن هم ببینه عبادت است. گپی خوب گفتن نمیتونی خاموش باش، دهنت پوش. خداوند ما را دو گوش داده است، یک زبان، تا اینکه بسیارتر گوش کنیم. امام غزالی درباره خاموشی گپ میزند و میگه گوش کنه بچه ها. ببینید اصلا همین کلام سخن چهار نوع میشود. یکم کلامی که مطلق زیان داره، سر تا پا همه زیان است. مثلا غیبت، مثلا دروغ، این کلامی هست که سر تا پا همه زیان است، همه در جان صاحبش جور است. دوم کلامی که سر تا پا همه ثواب است، خیر است، امری به معروف و نهی از منکر، ذکر خدای عزوجل. سوم کلامی که هم سود دارد هم زیان، هم فایده دارد هم نقصان. چهارم کلامی که نه سود داره و نه زیان، نه فایده داره و نه نقصان. بعد میگه او کلامی که سر تا پا هم زیان است، از او اجتناب ورزیدن مسلمان واجبه. میخواهی که جان در عذاب نباشه باید از سخنی که همش زیان است زبان تا باز بداری، خاموش باشی. خاموش ایستادن واجب است. کلامی که هم فایده دارد هم ضرر، البته که ضررش ای فایدهش زیاد است، از اما خاطر بهترش که او کلام نگوی. در کلامی که هم فایده داره و هم ضرر بهترش او را نگوی. سوم کلامی که نه فایده داره و نه ضرر، این گپی لغو و بیهوده ای، گپی بی معنی ای، عمر ضایع ساختن ای، پس باید ایش هم نگوی. چیمون؟ کلامی که فقط فایده داره، یعنی که اگر سخن کلام به 4 حصه تقسیم شود 3 حصهش ممنوع ای، 1 حصهش اجازت. میفهمه؟ یعنی که باید از گفتن دیده بیشتر بشنویم، خاموشی را بیشتر اختیار کنیم. شخص میگه بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار که ما رو از حقیقت کن خبردار. بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار که ما رو از حقیقت کن خبردار.
جوابش داد آن پیری طریقت که 10 جزو است در معنی حقیقت. پیش یک شیخ می روه یک مرد که حقیقت برام بیان کن. گفت حقیقت از 10 قسم عبارت است. بگویم تا اگر نیکو نیوشی، یکی کم گفتن است 9 خموشی. اگر گپ ما گوش کنی و قبول کنی، همو حقیقتی که تو میپرسی از 10 یک حصهش کم گپ زدن است، 9 حصهش خاموشی. زی خاموشی است در دست شهان باز، که بلبل در قفس نالد زی آواز. باز شهباز که خاموش است در بالای دست پاچه ها میگرده. پاچه که شکار برمد، شهباز در بالای دستش گرفته بگردونه. اما بلبل بیچاره که ای شهباز در خشرو ای دسته همو آواز شو، ای دسته همو چه شو، دایم بیچاره در دوری قفس ای. از همین خاطر بیشتر شخص باید کوشش کنه که خاموش باشه. از حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام روایت میکنن، حضرت سلیمان که گفته است این کان من فضة کلامک یا نفس فالسکوت من ذهب. اگر سخن تو ای مرد مثل نقره خام هم که باشه، مثل نقره درخشان قیمت بها هم که باشه، سکوت طلا است، خاموش ایستادن طلا است. آداب یعنی خاموش ایستادن باید یاد بگیریم. بعضی برادر سوال میکنه در تلفن، با برابرت گپ زده است. یه بچه حالی هم سوال تمام نشده است، تمام شده است. او تمام شده است دم تبگی یادم خب بیست اگره من همیتره بفهمونم جواب شد. او تو برابری من گپ زده استی، ای کجا دیگه من خشم میته که جوابی تره بتم. سوالا که کردی باید خاموش بستی که جوابش چی میشود. و احمق ترین احمق ها کسی است که بود در بین سخن میدوه، صبر نمیکنه تا آخر سخن گوش کنه، در بین سخن میدوه. یک روز در یوان مهمان شدیم، یک برادر حاجی بحردینی برادر مدعوت مکرده بود، یک معرکه بود. یک برادری حاجی خدا عمرش دراز کنه نامش نمیگیرم، سال 2006 همراه مو در حج بود. ملاهای از همی دهنی در ایستاده است، автомат واری سوال میته. با یک سوالایی که بسیار سوالهای فراگیر مفهوم عمیق داشته. ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ عقل بالا است یا علم؟ این تری سوالا ببینید. با همین نوعیتشان سر کرده که سوال دیم شمیته، اوشا دالی خلاص نکرده که سوال سیم. ای مردد تو کلای گندش خورده ایقا چق داری، یک دم صبر که اوخه این سوالای تو میتی هر کدام این چند ساعت وقت طلب داره. تو لو اقل مان که همین به طریق مختصر برات بیانش کنن. نشانه حماقت انسان وقت ظاهر میگرده که طاقت نداشته باشه، صبر نداشته باشه که یک شخص سخن کلامش خلاص کنه و در بین گپ بدوه. حضرت شیخ سعدی فرموده است سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میانی سخن. گپ اول داره و آخر داره، در میانی گپ ندو. سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میان سخن. خداوندی تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. آدمی به عقل و به تدبیر تا طرف مقابل خاموش نایستد سخن نمیگه. حقیقتا بعضی طرف مقابل است که جونمر نه نقطه داره نه ویرگل، همین تر رس کرده گفتن میگیره. اما به هر حال و وجه اندک صبر کردن در کن. همین یگانجا اندک دکه خورد پیش پای خورد بعد گپ تا بگو، در بین گپش ندو. این از روی آداب و از روی عقل نیست. اصلا چرا درباره سخن قدر زیاد میگیم؟ زیرا سخن بسیار مهم است. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. سخن ار جان نبود مرده چرا خاموش است؟ این سخن که جان نباشه مرده برای چی گپ نمیزنه؟
انسان به سخنش دانسته می شود. کمال عقل انسان یا بی عقلی انسان به سخن گفتنش دانسته می شود. حضرت میرزا صاحب تبریزی بسیار شاعری با قوت، یک عالم شرعی هم بود. گفته است در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. جاهل مردم وقتی که سخن اثر کرد میفهمی کیه. همین تیر اگر کجله باشه و از کمان زدیش بعد معلوم میشه که چی به دستی. حضرت بیدل فکر میرزا صاحب اندکیگه تقویه داد، با زیباتر کرده گفت در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود یا بی‌تمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی مغز اگر لب واکند رسوا شود. از همین خاطر بهترش خاموش باشی، بسیار گپ نزنی. شیخ سعدی روایت میکند که یک مرد فرزندش برد پیش عالما تعلیم علم داد، صاحب علم شد، اما جوانی به تجربه بود. حالی در معرکه میآید عالما گپ میزنند، این خاموش است. یک روز در خانه مزاحمتش کرد که پسر جان آخی ترم علم خوانده، همون چیزای خواندگی تا کم کم بگو، همین مردم بفهمن که ترم میدونی. گفت پدر جان من میترسم که با یگان سوال میتن که نمیدونم، شرمنده میشم. از او بهتر نیست که خاموش بیستم. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. مرد در زیر زبانش نهفته. یک روایت، یک خبر حضرت علی رسید است که گفت المرء مخبوء تحت لسانه، مرد پنهان است، پوشیده است در پشت زبانش، در زیر زبانش. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش. گپی خوب که گفت میگن این آدم به عقل بدست، دانشمند بدست. زیشت گوید صفه خوانندش. نگه اگر گپای احمقانه گفت، گپای بی‌تمیزی گفت، بی معنی گفت، در اون صورت میگن این احمق بدست، این بی عقل بی فراست بدست. همین خاموشی بخود یک شوکت داره، یک شکوه داره. دیده ای که اگر یک کس خاموش باشه خیلی آدم در اندیشه میغلطه که این چی کسه.